قسمت شاهنامه اولش که با نام خداوند جان خرد شروع میشه، بعد میاد راجع به گفتار آفرینش. این قسمتش بسیار زیباست، در واقع راز تکامل که شاید هممون خوندیم تو کتاب‌های قدیمی اینا به شکل‌هایی و فردوسی بزرگوار به شکل بسیار زیبایی اینه به شعر در آورد. گفتار اندر ستایش خرد و بعد میرسه به گفتار اندر آفرینش عالم. کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیا از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غم است، از اویت فزونی و زویت کم است. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. بعد میرسه به که البته این قسمت طولانی من کوتاهش کردم، بریم به سمت اون بخشی که راجع به آفرینش عالمه. گفتار اندر آفرینش عالم. ز آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. و زو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیره خاک. نخستی که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش بس خوشی آمد پدید. وزان پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باد تری فزود. چون این چار گوهر ز جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. این داستان تکامل از
داروین حتما خوندیم یا شنیدیم. به هر حال یه بخشیش هست که اون انفجار اولیه‌ای که همون بیگ بنگ که الان هم پارسال هم روش کار میکردن تو فکر کنم سوئد بود، به اونم اشاره شده تو کتاب‌های بسیار قدیمی چیز زرتشتی و مال هندی‌ها همچنین. در واقع برعکس اسلام که میاد آفرینش از آدم و حوا میدونه و این از طبیعت شروع میکنه. نخستین که آتش ز جنبش شنید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. اول مثلا آتش بسیار سوزانی بود و بعد در واقع اشاره به همون انفجار اولی است. بعد آن پس آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تحریف وجود. بعد آب میگیره و خلاصه یواش یواش کوه‌ها سر بلند میکنن تا میرسه به مرحله‌ای که انسان به وجود میاد، گیاهان و جمادات و گیاهان و بعد همینطور میاد جلو. گوهرها یک اندر دگر ساختند، دگر گونه گردن برافراختند. پدید آمد این گنبد تیز روی، شگفتی نماینده نو به نو. ابر 2 و 10 7 شد کز خدا، گرفتند هر یک سزاوار جای. همون هفت‌های آسمان اشاره بود. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده چونان سزید. فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. همینطوری سلسله‌وار تکامل پیش میره. چو دریا و چون کوه و چون باغ و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. من دوش خورشیده. ببارید کو آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. گیاه رست با چند و گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت. ببالد ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. ز کان بعد از آن گوهر آمد پدید، از انسان که داد آفرید پرورید. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی دید خویش آورید. درش زیر آمد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. خور و خواب آرام جوید همی، و از آن زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خار و ز خاشاک تن برآورد. این انسان های اولیه رو داره دیگه. هنوز نه خرد دارن نه زبان میتونن صحبت کنن، فقط دنبال گذران زندگی از به اصطلاح این داستان پوشنگ هم هست که تو غار زندگی میکردن، بعد از پوست حیوانات و برگ و این چیزا استفاده میکردن. اینجا دیگه میرسه به اصطلاح انسان‌های اولیه. نخستین فطرت پسین شمار، توی خویشتن را به بازی مدار. این انسان رو شنیدم ز دانا دگرگونه زین، چه دانی راز جهان آفرین.
نگه کن سرانجام خود را ببین تو کاری بیابی بهی